دور میدون نیاوران تهران یه مغازه است به اسم پیتزا چمن که خیلیا به خاطر ژامون تنوریاش میان و کلی تو صف وای میسن. حالا من میخوام بهت یاد بدم که چجوری خودت تو خونه درست کنی و همون طعم و همون مزه رو داشته باشی و لذتشو ببری. اول از همه بهتون بگم که مقادیر رو براتون تو کپشن مینویسم، ولی برای درست کردن سس جذابش از مایونز، خردل، کچاپ، نوک قاشق چایخوری، شکر، آب خیار، رو فلفل قرمز استفاده میکنیم. به آهستگی هم بزنید مثل من، نپاشینی برابر. بعد بهش پنیر پیتزا و چیپس خلالی اضافه میکنیم. اگه چیپس خلالی هم نداشتین میتونید چیپس ساده هم خورد کنید و همه مواد رو با هم ترکیب کنید و کنار بذارید. یه دونه نون باگت رو از وسط باز میکنید و نیازی هم نیست که خمیرش رو بگید. با وردن یا هر جسم دیگه که دوست داشتین سطحش رو اینجوری صاف میکنید. زیرش هم یه فل میندازید که بعد ابعادش از نون بیشتر باشه که اینجوری کناره های نون رو بگیره. حالا از اون سسی که درست کردیم نصفش رو کف نون میمالیم و همه سطح نون رو بعد بگیره. ژامبون گوشت، مرغ یا بوقلمون، هر چیزی که خودتون دوست داشتید بین 4 تا 6 ورق روی هم دیگه اینجوری میچینید. دوباره نصف دیگه اون سسی که درست کرده بودیم و روش میزنیم و حلقای گوجه‌ای که خیلی نازک بارش خورده باشه روش میچینیم و میذاریم داخل فر با دمای 180 درجه سانتیگراد حدوداً 1 رو. چند دقیقه آخرم گیری رو روشن میکنیم تا اینجوری بشه و بعد ساندویچ ما حاضره. من سحر تریان هستم و ممنون که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. نوش جان.